دوستای نهایت عزیز، قرار است که در این مقطع درسی درباره یکی از ویروس هایی که واقعا مخرب تمام شده بر دنیا به نام وارم دربارش بحث کنیم. دوستای عزیز، وارم یکی از نوع مالویری است که از روی مریضی ساری انسان ساخته شده. یعنی مفکوره ساختار از این ویروس از روی مریضی ساری انسان ساخته شده و این از نتورکتان یا از ارتباطات استفاده میکنه و در یک شبکه میتونه پخش شود. ورم یکی از ویروس است که میتونه از کنکشن یا از ارتباطاتتان استفاده کنه و از یک سورس به سورس های مختلف دیگه نشر پیدا کنه، مثل مریضی کرونا که اخیرا مثلا دامنگیر جامعه شده بود. وارم هم از روی مریضی ساری انسان ساخته شده که اگر مثلا در یک حساب ایمیل یک شخص روان شود، با تمام اشخاصی که در ایمیل کانتکت است به تمام از او روان میشه. و دوستای عزیز، این به اندازه مخرب بوده میتونه مثلا پروسسور یا کارکرد کامپیوتر شما را به حد اقل برسانه و میتونه که مثلا کامپیوترها را از لحاظ کارکرد از کار بندازه. در سال 2009 چیز در حدود 9 تا 15 میلیون کامپیوتر انفکت یا آلوده ساخت و وارم ریکورد زد با این کار خود. یکی از بدترین ویروس هایی است که در دنیا ریکورد دار است از لحاظ از اینکه کامپیوترها و وسایلایی را که ساخته شد ای انفکت کرد. دوستان عزیز، این ویروس طور است که ما میتونیم میره از طریق انتی مالویر دیتکت کنیم، شناسایی کنیم و همچنان وقتی که بر شما بدون گفتنتان اگر کدام لینک روان میشه یا کدام معلومات برتان روان میشه در ایمیلتان یا مثلا در واتساپ یا مثلا در مسنجر و اینا، شما نباید او رو باز کنین تا وقتی که براتون گفته نشه. و وارم یکی از مخربترین ویروس های است که از روی مریضی ساری انسان ساخته شده و به اندازه مخرب بوده میتونه. پس همیشه وقتی که شما در یک ارگانایزیشن یا در یک دفتر کار میکنین، کوشش کنین لینک ها و موضوعاتی که از طریق ایمیل براتون روان میشه تا وقتی که براتون گفته نشده که قرار است چی براتون روان شود او رو باز نکنین، به خاطر که امکان داره از طریق شما یک دفتر بزرگ هک شود.